به نام خدا. در ادامه مباحث مربوط به اصول نگارش کتاب درسی دانشگاهی، در این قسمت نکاتی رو درباره هدف‌های آموزشی در کتاب درسی دانشگاهی، نکاتی رو خدمت اساتید گرامی و همکاران عرض می‌کنم. خب وقتی ما فصول کتاب درسی دانشگاهی رو باز می‌کنیم و وارد اول فصل میشیم، یک عنوانی رو می‌بینیم با عنوان هدف‌های آموزشی فصل، یا در کتاب‌های خارجی این قسمت رو با عنوان‌های مختلف نام میبرن، مثل Learning Objectives یا Student Objectives و با عنوان‌های مختلف که در این قسمت هدف‌هایی رو که با خوندن اون فصل تحقق پیدا خواهد کرد در اینجا مؤلف میاره در ابتدای فصل. یعنی این فصل نوشته شده چه هدفی رو تحقق پیدا بکنه و دانشجو با خوندن این فصل به چه اهدافی دست پیدا بکنه. خب در هر آموزشی، در هر جایی، در هر سطحی، در هر موضوعی 3 هدف عمده وجود داره. یکیش اینه که دانشجو با دانش و اطلاعات آشنا بشه، یعنی اطلاعات علمی به دست بیاره با خوندن اون مطالب، یا اینکه دانشجو با خوندن اون مطالب یه مهارتی رو به دست بیاره، مثلا قادر باشه پژوهشی رو انجام بده یا ابزاری رو مورد استفاده قرار بده، یا یک مهارتی رو خلاصه بیاموزه و انجام بده، یا اینکه منظور تغییر نگرش هست، یعنی با خوندن اون مطالب دانشجو به یک موضوعی بیشتر علاقه‌مند بشه یا به یک موضوعی بی‌رغبت بشه. و ما این 3 کارکرد رو معمولاً در هر آموزشی داریم. حالا گاهی اوقات همه اینها رو با هم داریم، هم یه مهارتی رو می‌خوایم بدیم، هم یک دانشی رو در او ایجاد بکنیم، اطلاعات علمیش بره بالاتر، و یا یک مهارتی رو هم به دست بیاره. در هر آموزشی بنابراین این 3 ممکنه یکیش وجود داشته باشه یا 2 یا 3 همزمان با هم. خب در یک فصل کتاب هم وقتی نوشته میشه این 3 هدف دنبال میشه. در یک فصلی ممکنه نویسنده هدفش این باشه دانشجو مهارت‌های خاصی رو به دست بیاره با خوندن اون فصل، یا اینکه دانش و اطلاعاتی رو در این زمینه به دست بیاره. بنابراین بر این اساس مؤلف‌ها میان در ابتدای فصل اون انتظاراتی رو که دارن و خواننده با خوندن اون فصل باید به اون اهداف برسه، اینها رو در قالب 5-6 هدف عمدتاً میارن. صاحب نظران و دانشمندان اومدن این هدف‌ها رو تقسیم بندی کردن به انواع مختلف. اون قسمت از هدف‌ها که مربوط به افزایش دانش و اطلاعات میشه، اون قسمت رو به چند دسته تقسیم کردن. از جمله به 6 قسمت این دانش و اطلاعات رو تقسیم کردن. اولین سطح به نام دانش نام برده میشه یا نالج. منظور اینه که دانشجو یا دانش آموز مطالبی رو بخونه و اونها رو خیلی سطحی خلاصه به خاطر بسپره، بتونه تکرار بکنه اونها رو یا بیادش بیاره. یعنی یه سری مطالب رو ما میخونیم، خیلی عمیق واردش نمیشیم و به خاطر میاریم و بعداً از ما میپرسن مثلا نام ببر، ذکر بکن. یه سری از آموخته های ما در این سطح خیلی مختصر هست. سطح بعدی فهمیدن هست. ما یه موقع یک سری مطالب رو میخونیم و عمیق میخونیم و هدف اینه که یک مطالبی رو خوب بفهمیم، نه که فقط یادآوری بتونیم بکنیم. بنابراین در قسمت فهمیدن دانشجو یا دانش آموز میتونه مطالب رو توضیح بده، به این مرحله میرسه میتونه خلاصه بکنه و به زبان خودش بیان بکنه و نشون میده که فهمیده. در قسمت دانش نه، فقط منظور اینه که نام ببره، تکرار بکنه، یا در این سطح ما اطلاعات ازش میخوایم. در سطح بعدی کاربرد هست. فرد مطالب رو عمیق بررسی میکنه و میتونه محاسبه بکنه، به کار ببره، نمودار تهیه کنه و اون مطالبی رو که خلاصه میآموزه در
جاهای مختلف بتونه اونها رو به کار ببره. ما یه موقع در این سطح مطالب رو میخوایم از دانشجو، میخوایم به این مرحله برسه. مرحله بعدی تحلیل هست. در تحلیل فرد یک موضوع رو، مطالب رو به اجزای مختلفش میتونه تقسیم بکنه، دسته‌بندی بکنه، نقش هر قسمت رو بیان بکنه. اگر دانش آموز به این مرحله برسه، ما این کارا رو ازش بخوایم، خیلی عمیق‌تر یاد میگیره مطالب رو. اون دانشی که به دست میاره خیلی عمیق‌تره. مرحله بعدی ترکیب کردنه که در ترکیب کردن از ترکیب جملات مختلف یک متن منسجم بتونه تألیف بکنه یا اجزای مختلف رو خلاصه کنار هم بچینه، یک برداشت کلی از مباحث داشته باشه. خب این قسمت میشه ترکیب کردن که ما از دانشجو اگه بخوایم مطالبی رو که میآموزه به صورت ترکیبی خلاصه انجام بده، خیلی عمیق‌تر یاد میگیره. مرحله بعدی ارزشیابی هست که در این مرحله ما از فرد میخوایم مطالب رو با هم مقایسه بکنه، سبک سنگین بکنه، نتیجه گیری بکنه و نقد و بررسی بکنه، اشکالات یک موضوع رو در بیاره و در موردش خلاصه قضاوت کنه و نقد و بررسی کنه. در اینجا خیلی دانش بالایی نیازه که این کار انجام بشه. بنابراین تکالیفی که ما از دانشجویان میخواهیم اگر وارد این سطوح بالاتر بکنیم، تحلیل بکنن، ترکیب بکنن، ارزشیابی بکنن، این کار رو انجام بدن، خیلی یادگیریشون عمیق‌تر خواهد بود. و یا اینکه مرحله آخر ایجاد کردنه، دانشجو بتونه ایده نو بیان کنه، تفسیر نوعی از مطالب ارائه بده، ایده جدیدی بیان بکنه. اگه به اینجا بتونه برسه، خیلی دیگه یادگیری عمیق اتفاق میفته. در فصول کتاب هم ما مطالبی که بیان کردیم اگر یه جور بیان بکنیم که دانشجو رو وادار بکنیم تحلیل بکنه، بررسی بکنه، نقادی بکنه، چنین فرصت‌هایی رو در درون فصل براش فراهم بکنیم با دادن تمرین‌ها، با دادن تکالیف. بنابراین در اهداف ما هم این چیزها دیده میشه. به صورت نمونه در 2 کتاب من این هدف‌های آموزشی که در اول فصل آورده شده اشاره می‌کنم. در یک کتابی که درباره روش تحقیق هست، عنوان کتاب هست روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. در فصل یکی از فصول این کتاب روش دلفی هست در تحقیق. در اول این فصل گفته که انتظار می رود پس از مطالعه و یادگیری این فصل بتوانید توضیح دهید دلفی به چه معناست و استفاده از آن در چه مواردی مفید است. انواع دلفی رو نام ببرید. ویژگی های افراد مشارکت کننده در دلفی رو بیان کنید. عوامل مؤثر در تعداد افراد نمونه در روش دلفی رو ذکر بکنید. ملاک های رسیدن به اجماع رو در روش دلفی شرح دهید. مراحل اجرای دلفی رو توضیح دهید. ساختار گزارش دلفی رو بیان کنید. مزایا و معایب روش دلفی رو از جنبه‌های مختلف با هم مورد بررسی و مقایسه قرار دهید. برای انجام بهتر تحقیق دلفی چند پیشنهاد بیان کنید. خب اینها اهداف و انتظاراتی است که در اول این فصل بیان شده. یا مثلا در یک کتاب دیگری که راجع به تاریخ آموزش پرورش ایران هست، در یک فصلش دیدگاه‌های تربیتی چند دانشمند در جمله ابن سینا، غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی و سعدی آورده شده. در ابتدای این فصل اهداف آموزشی رو چنین ذکر کرده: انتظار می‌رود با مطالعه این فصل مهمترین آثار و اندیشه‌های تربیتی ابن سینا رو بشناسیم، مهمترین آثار و اندیشه‌های تربیتی امام محمد غزالی رو بشناسیم، مهمترین آثار و اندیشه‌های تربیتی خواجه نصیرالدین طوسی رو بشناسیم، بتوانیم اندیشه‌ها و آثار این افراد رو با همدیگه مورد مقایسه قرار بدهیم و بتوانیم مطالب و موارد و نکات تربیتی این دانشمندان رو مورد نقد و بررسی قرار بدهیم. خب اینا هدف‌های آموزشی است که در ابتدای این فصل بیان شده. بنابراین در کتاب‌های درسی دانشگاهی در اول فصل معمولاً مؤلف اون هدف‌هایی رو که مورد نظرش هست در این فصل دانشجو به اون هدف‌ها دست پیدا بکنه، در قالب 5-6 هدف که مهمترین هدف‌ها هستند در اول فصل بیان میکنه تحت عنوان هدف‌های آموزشی فصل.